السلام عليكم. معنا صديق أبو سيدون دانشجوی کورس علمی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد سیف‌الدین شاسمی در سایه اولیت تحصیل نموده سودان طول 4 ماه می‌شود که از اودیو کورس‌های شرکت وامبورگ با زبان انگلیسی استفاده می‌کنم و در این 4 ماهی که از این اودیو کورس استفاده می‌کنم با پیش‌های خیلی زیاد می‌رسیدم. پیشتر برای من یک آرزوی بود که توانم یک روز با زبان انگلیسی آزادانه صحبت نمایم و با خارجیان و انگلیسی زبان آزادانه معاشرت نموده باشم. این روز من به مقصد خود رسیدم. برای اینکه میتوانم حالا آزادانه با زبان انگلیسی معاشرت نمایم. هر روز من کم 2 ساعت با زبان انگلیسی گوش می‌دهم و 5 قاعده عادی‌ترینی که در کتاب وامبورگ داده شده است به آن قطعاً رعایت می‌نمایم. و برای شما یک مصلحت داده‌ام. هنگامی که شما اودیو کورس رو گوش می‌نمایید، هر یک کلمه‌ای که شما می‌شنوید آن را اول در معنی سر خود تحلیل نموده بعد به یافتن معنای آن سر کنید و طرز تلفظ در زبان انگلیسی بسیار مهم است و از آن اودیو کورس ثمرناک استفاده برید. و برای شما گفتنیم که این یگان خیلی دشواری ندارد. من توانستم، من هم آدم هستم، شما هم میتوانید و با زبان انگلیسی گفتنی هستم. If you want to make a progress, you need to listen at least 2 hours in English per day. I could, you also can. At first, when I started to listening this audio course, it was a bit difficult, but English became easier day after day for me. Every day I try to memorize a long list of English words. And because it's very effective, now I am one more step closer to my dreams because I can speak English fluently. Good luck to all of you.